برق مهمترین نیاز دنیای صنعتیه، نیازی که هر روز بیشتر میشه. توربین نیروگاه‌های برق رو عمدتاً نفت و در مواردی هم آب و باد میچرخونه. اما توربین نیروگاه هسته‌ای رو بخار آب میچرخونه. در سال 1354 بنیاد استنفورد اعلام کرد ایران برای پیشرفت نیاز به ساخت 20 نیروگاه هسته‌ای و تامین 20,000 مگاوات برق از اون رو تا سال 1372 داره. به همین دلیل شاه با آلمان‌ها قرارداد بست تا برای ایران نیروگاه بسازند. کار ابتدا از بوشهر آغاز شد. نیروگاه هسته‌ای به ذخیره سوخت نیاز داشت. برای تامین سوخت علاوه بر پرداخت 1 میلیارد دلار به آمریکا، در یک نیروگاه فرانسوی هم 10% شریک شدیم تا در ازاش سوخت بگیریم. پاییز 57 در حالی که فقط 30% از ساخت نیروگاه بوشهر باقی مونده بود، آلمان‌ها پروژه رو نیمه تمام رها کردند و تجهیزات هم برگردوندن. آمریکایی‌ها هم هیچ وقت سوخت و تحویل ندادن. نخست وزیر فرانسه هم اعلام کرد ایران دیگه شریک ما نیست. حتی هیچ کدومشون پولای ایران هم پس ندادن. نتیجه همه تقلاهای پیش از انقلاب ساخت راکتور تحقیقاتی دانشگاه تهران بود که اونم با اورانیوم 93.5% کار میکرد. بعد از انقلاب 5.5 میلیون دلار به آرژانتین پرداخت کردیم تا سوختش رو به 20% تغییر بده و سوخت اون رو هم تامین کنه که آمریکا از سال 72 جلوی اونم گرفت. سال 65 قیمت نفت از $27 به 7 تا $12 کاهش یافت. بنابراین در زمان جنگ مدتی مسئله انرژی هسته‌ای جدی شد، اما به علت تحریم‌ها اقدامی صورت نگرفت. بعد از جنگ برای تکمیل نیروگاه بوشهر با کشورهای مختلفی مذاکره کردیم، اما نتیجه‌ای حاصل نشد. پس خودمون آستینا رو بالا زدیم. گام اول تکمیل چرخه سوخت بود. برای این کار باید اورانیوم رو از سنگش جدا کرد که به اون کیک زرد میگن. کیک زرد رو به بخار یا گاز UF6 تبدیل میکنن تا قابل غنیسازی بشه. برای غنی کردن UF6 اون رو به سانتریفیوژ تزریق میکنن و با سرعت بسیار زیاد میچرخونند تا اورانیوم غنی شده به دست بیاد. اورانیوم غنی شده رو باید فشرده کرد تا شبیه قرص بشه. این قرصا رو هم در میله های سوخت قرار میدن. میله های سوخت رو در قلب راکتور میذارن. بدین ترتیب انرژی آزاد میشه و باعث گرم شدن آب اطراف میله ها میشه. آب گرم شده بخار میشه و توربین رو میچرخونه. با چرخش توربین ها برق تولید میشه. فقط تعداد محدودی از کشورها میتونن چرخه سوخت هسته‌ای رو کامل کنن. اواخر دهه 70 اخبار فعالیت‌های ایران در دنیا پیچید. مدت‌ها تلاش کردند جلوی اقدامات ایران رو بگیرن. اوایل دهه 80 فشارها بیشتر شد. در نهایت سال 82 پذیرفتیم یک طرفه و برای جلب اعتماد اونها همه فعالیت‌ها رو تعلیق کنیم. بعد از 2 سال مذاکره گفتن شما که نفت دارید، اصلا به انرژی هسته‌ای نیاز ندارید. بنابراین سال 84 غنیسازی از سر گرفته شد. در کمتر از 1 سال چرخه سوخت در نتنز کامل و در 20 فروردین 1385 جشن هسته‌ای برگزار شد. وقتی از توقف برنامه هسته‌ای ایران ناامید شدند، به ترور روی آوردند و تحریم‌ها رو بیشتر کردند، به طوری که حتی از ورود دارو به ایران جلوگیری شد و سرانجام در نتیجه بی اثر موندن تحریم‌ها به میز مذاکره بازگشتند تا بلکه از این طریق بتونن ایران رو متوقف کنند.